لایو از مایز برای خدا. درست است. یک نقطه رو من نشان بدم که ناقلان بفهمند دیگه. دوستان عزیز، در از این کتاب ما لا یجوز فیه الخلاف بین المسلمین از عبدالجلیل عیسی ابوالنصر از بزرگان الازهر مصر، دانشگاه الازهر مصر که حالا مهد فتوا و دیگه تن هست دیگه، فتاوا صادر میشه. در از این کتاب دوستان عزیز مسئله را من براتون میخوانم. لو ان رجل جاء بقرب ثم ملأها بغاض مما يخرجه من جوفه ثم حملها وصلى بها هل تصح صلاة ام لا؟ من تا جایی که میتونم مؤدبانه میگم. بزرگوار اهل سنت میپرسه که اگر ما یک پلاستیک بگیریم تویش باد معده خود خالی کنیم، بازو پلاستیک گیری کنیم، میتونیم روی از سر خود روی از برای سجده بذاریم، روی از نماز بخوانیم یا نه؟ داخل یک پلاستیک کار خود کنیم، بازو رو برش نماز بخوانیم. خواهی خیر باشه، اشکال نداره. درست غلط کرده برادر. درست. من قبول دارم. خدا یار تو که هر فرق میکنه. صدقه یک گپ نیست. من تیر خدا میارم. بگم درست دوستان. این بزرگوار با عظمی فهم و ادب و شعور خود این را رد میکنه. دمش هم گرم. خدا میارش. من خود چیزی نگفتم. حالا در اینجا یک مطلب دیگه ای که هستم در کتاب مختصر اختلاف العلماء از علامه طحاوی جزء اول هزی. حالا ببینیم چی چیزی هسته که اصلا غلط نمیتونه باشه. چرا؟ چون امام اعظم ابو حنیفه را میگن از ایشان که دیگه نمیتونه غلط باشه، خدای نکرده، چون امام اعظم هستن. در اینجا چی میگه؟ ان ابو حنیفه اذا کان فی موضع قدمه بول اکثر من قدر الدرهم، در جایی که موقع نماز در کجا استاد میشه؟ در جایی که استاد میشه برای نماز، اگر در زیر دو پای تو، اگر در زیر پاهای تو در اندازه یک درهم، یک سکه کوچک شاش وجود داشته باشد فصلات فاسد، نمازت باطل هست. ولا تفسد علیه فی موضع السجود، اگر در جایی که سر خود میذاری یک قطره شاش باشه و نمازت باطل نمیشه. یعنی سر خود یا قطره شاش هم که بذاری. ولا تفسد علیه فی موضع السجود، در جایی که سجده میکنی همینجا استاد شده میخوای نماز بخونی زیر پایای تو در اندازه یک درهم خیلی کوچیک بول هستن، ادرار شاش هستن، نماز درست هستن. نماز درست نیست، باطل میشه. ولی اگر در همون جایی که سر خودم میذاری اونمون جمعی قد شاش باشه و اشکال نداره، سر خودم میذاری واسه سجود. اینا ولا تفسد علیه فی موضع السجود. درست برادر، قربانت. اما یک گپ دارم برادر، تنها ذات پاک الله است که کامل است. درست است برادر؟